نیست. در هندوستان الگویی باستانی برای زندگی بدون خشونت به نام آهیمسا وجود دارد که هسته مرکزی بدون خشونت است. آهیمسا معمولاً بدون خشونت تعریف می شود، اگرچه معنای آن از اعتراضات صلح‌آمیز مهاتما گاندی تا تکریم زندگی آلبرت شوایتزر بست می‌یابد. آسیب نرسان می‌تواند اولین اصل اساسی آهیمسا باشد. آنچه مرا تحت تاثیر مارشال روزنبرگ که در 80 سالگی درگذشت، یعنی 6 هفته قبل از اینکه من این متن را بنویسم، قرار داد این است که او هر دو سطح آهیمسا را درک کرده بود: اقدام و هوشیاری. اقدام‌ها در صفحه‌های بعد به خوبی به عنوان اصول ارتباط بدون خشونت توصیف شده‌اند. بنابراین اینجا تکرارشان نمی‌کنم. بودن در هوشیاری آهیمسا بسیار قدرتمندتر است و مارشال این خصلت را داشت. در هر تعارضی او جانبداری یا از ابتدا توجهی نسبت به داستان‌های آنها نداشت. با تشخیص اینکه همه داستان‌ها آشکارا یا نهانی به تعارض منجر می‌شوند، او بر روابط به عنوان پل روانشناختی تمرکز می‌کرد. این با اصل دیگری از آهیمسا مطابقت دارد: کیفیت توجه شما اهمیت دارد، نه آنچه انجام می‌دهید. تا جایی که به نظام قانونی مربوط است، جدایی زمانی است که دو طرف تصمیم گرفتند دارایی‌هایشان را تقسیم کنند. اما این از نتیجه هیجانی که دو طرف جدایی به آن رسیدند فاصله بسیاری دارد. با استفاده از نحوه بیان مارشال، خیلی چیزها گفته شده که دنیای آنها را تغییر داده است. پرخاشگری در نظام خود یا ایگو ساخته می شود. یعنی هرگاه تعارضی شکل می گیرد، کاملا بر من، به من، مال من متمرکز است. جامعه تظاهر می کند که از قدیسان و کسانی که عهد کرده‌اند به جای خدمت به خود به خدا خدمت کنند حمایت می کند. اما فاصله زیادی است بین ارزش‌هایی که از آنها طرفداری می کنیم و سبکی که به واقع زندگی می کنیم. آهیمسا این فاصله را با بسط آگاهی فردی پر می کند. تنها راه خاتمه دادن به همه خشونت‌ها رها کردن داستان خودتان است. هیچ کس نمی‌تواند کسی را که در دنیا تعلق شخصی دارد رستگار کند. این می‌تواند سومین اصل آهیمسا باشد، اما این جمله شبیه موعظه بنیادی مسیح بر فراز کوه است که حلیمان وارث زمین خواهند شد. در هر دو مورد